بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. هزاران درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الله را شاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا خدمتگزار شما خوبان و مهربانان باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. در این برنامه به همراه شما عزیزان این افتخار رو داریم که مهمان بسیار عزیز و گران قدری رو هم در جمع خودمون داریم که برای اولین باره که این افتخار نصیب میشه که از وجود ایشون در برنامه سفره دل استفاده بکنیم و امیدواریم که انشالله حضور ایشون در این برنامه و دیگر برنامه‌های شبکه جهانی وصال حق استمرار داشته باشه و بتونیم بیشتر استفاده بکنیم از وجود نازنینشون. هرچند که یقیناً با چهره ایشون آشنا هستید و با به هر حال حرکت‌های دعوی ایشون علل خصوص عزیزانی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن حتما آشنایی دارن با حضرت استاد و با تلاش‌ها و دعوت‌هایشون در قلب سرزمین اروپا و از طریق رسانه‌ها در آمریکا و دیگر اقصی نقاط عالم از صحبت‌هایشون بهره مند شدن. امروز در خدمت جناب استاد سید خبیب سادات عزیز هستیم و این افتخار نصیب شده که بتونیم انشاءالله هم کلام باشیم با ایشون و استفاده بکنیم از تجارب ایشون و از دستاوردهایی که داشتن در چندین سال دعوت در اروپا و آمریکا و دغدغه‌هایی که با اون مشغول بودن و از تجارب زندگیشون به صورت عموم و آموخته‌هایشون رو انشاءالله استفاده خواهیم کرد. جناب استاد عرض سلام دارم از طرف خودم و به نمایندگی از بینندگان عزیز خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم بالمقابل با شما استاد سلیمانی برادر دعوتگر و پرتلاش و کارکنان شبکه جهانی وصال حق و همه بینندگان عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم که الله توفیق بده که بتوانم در خدمت شما باشم ان شاء الله. همچنین تشکر میکنم. ما همچنین در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیزم هستیم که از ابتدای سفره دل ما را همراهی کردن که بیش از 95 قسمت داریم با شما. 95 هفته است که مزاحم شما هستیم. جناب دکتر هم این افتخار رو داده بودن از ابتدا با ما باشن. من سلام عرض میکنم جناب دکتر خدمت شما و سلام استاد سادات رو هم اینجا خدمت شما تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و ارجمندم و همچنین استاد سید خبیب سادات که شرفیاب فرمودند و در این برنامه ما رو همراهی میکنند. در واقع سفره ایشون هست و ما هم میهمانای ایشون و میهمانان بینندگان عزیز و سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق که فرصت دادن تا در خدمت شما عزیزان باشیم. افتخار دادید جناب دکتر و در همین ابتدا تشکر میکنم از اینکه باز هم به هر حال زحمت ما رو قبول فرمودید و تشریف آوردید به برنامه خودتون. اجازه بدید ما برگردیم داخل استودیو و مبحثمون رو به همراه بینندگان و جناب استاد آغاز بکنیم. بینندگان عزیز، حتما وقتی که صحبت از اروپا و آمریکا میشه به خاطر میاد خیلی از صحبت‌ها و خیلی از شعارها و خیلی از تبلیغاتی که چشم و گوش خیلی ها رو بسته و خیلی ها رو شیفته و شیدای خودش کرده. صحبت از آزادی ها، صحبت از آنچه که امروز به نام دموکراسی میشناسند، صحبت از حقوق شهروندی، صحبت از حقوق انسان ها، صحبت از دفاع از حقوق بشر و حقوق نه تنها بشر، حیوانات و صحبت هایی که مطرح میشه که خیلی ها رو فریفته کرده که به هر حال در خواب های خودشون آرزوی سفر به اروپا و آمریکا و زندگی در اونجا رو به سر دارن. امروز دوست داریم با شما از فرصت حضور جناب استاد استفاده بکنیم و مبحثی رو با هم دیگه آغاز بکنیم در این باب، در باب حقیقت چهره آنچه که امروزه در غرب اتفاق میفته و
دفاعی که به هر حال از اون میکنن یک عده‌ای و صحبتایی که مطرح میشه درباره مجتمع غربی و به تعبیر ساده‌تر جامعه غربی که عده‌ای میان و این رو به هر حال بزرگ کردن و در مقابل جامعه اسلامی رو میخوان به تصویر بکشن و احیانا کوتاهی‌هایی رو که در جامعه اسلامی عده‌ای از مسلمانان انجام میدن به نام اسلام میگذارند و در مقام مقایسه غیر منصفانه میان و قضاوت میکنن. امروز میخوایم با شما درباره، ما کاری به اونها نداریم، درباره خودمون میخوایم صحبت بکنیم، درباره جامعه اسلامی. یک جامعه اسلامی چه ویژگی هایی داره و ویژگی های یک جامعه اسلامی و مجتمع اسلامی چیست، تا اصل جامعه اسلامی رو اونگونه‌ای که باید باشه، اونگونه‌ای که اسلام معرفی کرده، اونگونه‌ای که اسلام عملی کرد در قرون طلایی خودش و اونگونه‌ای که پیامبر اکرم علیه السلام به ما تعلیم داد و عمل کرد و نشان داد، اونگونه اول بشناسیم و بعد بیایم قضاوت بکنیم که حالا کدوم بهتر هست. همین به خاطر بحث رو با جناب استاد سادات آغاز میکنیم. جناب استاد، شما در به هر حال غرب سالها زندگی کردید و آشنا هستید با فضای اونجا و علاوه بر اینکه اونجا زندگی کردید در مجال دعوت اسلامی هم الحمدلله فعالیت‌های فراوان داشتید. من دوست دارم که درباره ویژگی‌های جامعه اسلامی برای ما بحث رو آغاز بکنید که چه ویژگی‌های جامعه اسلامی داره در اساس خودش، در اصل خودش، بدون در نظر داشت اون چیزی که امروزه به اسم جامعه اسلامی ما مشاهده میکنیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداه و بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاكم ان الله علیم خبیر. صدق الله العلی العظیم. با سپاس و تشکر از شما استاد بزرگوار آقای سلیمانی و عرض سلام مجدد خدمت برادر بزرگوارم استاد عمرا و عرض سلام به یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران برنامه‌های اسلامی و توحیدی. این یک عنوان و یک بحث حقیقتاً بسیار مهم و اساسی است. هنگامی که ما از جامعه اسلامی و از خصوصیات و صفات جامعه اسلامی و از آنچه که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم طی 23 سال جانفشانی و عرقریزی و زحمات شبانه روزی تشکیل دادند، این واقعاً یک جامعه مثالی و یک جامعه نمونه، جامعه که الله سبحانه و تعالی او را برای سایر جوامع بشری یک مثال زنده معرفی داشته. ما وقتی که از جامعه اسلامی و از مشخصات جامعه اسلامی و از برجستگی ها و ویژگی های جامعه اسلامی صحبت به میان می آوریم، حقیقتا ما زمانی که به اسباب و یا سبب هایی که این جامعه تشکیل شد در قدم اول اجمالا نظر میندازیم و به این حقیقت می رسیم که دو سبب و یا دو عامل اساسی برای به وجود آمدن این جامعه خیلی ها نقش ایفا کرده و یا یک رول مهم را بازی کرده. در قدم اول شریعت پر از حکمت الهی بود که برای ساختن همچون یک جامعه اینطور یک شریعت و قانون آمد که مثال و مانند او را بشر ندیده بود. قانون کامل و قانونی که در تمام بخش‌های زندگی انسان‌ها برای اونا راهنمایی و هدایت بود و نور و سعادت بود، بدون اغماض و پوشیدگی و بدون مشکل و پیچیدگی. تمام بخش‌های زندگی را برای یک انسان بدوی و یک انسان اعرابی و یک انسانی که
اساساً از تمدن و از پیشرفت‌های دنیا عقب مانده بودند، برای اونا قانون آمد که هر فطرت سالم و هر فطرت زنده میتونست که بگوید که قانون به خیر و سعادت ما است. و دوم سبب و عاملش میلاد یک انسان جدید بود که انسان ساخته شد و یه انسان تربیه شد و یه انسان همان کمالات و افتخارات را به دست آورد که الله سبحانه و تعالی برای آن کمالات و افتخارات انسان را خلق کرده بود. آنجا که قرآن فرمود و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این انسان دوباره دانست که من یک رسالت و مسئولیت دارم و در کنار این قانون این انسان جدید تولد شد، از انسانایی که ترحم را نمی شناختند، حتی بر جگرگوشه های خود ترحم نداشتند، ولی قانون بود که این انسانها را تغییر داد. بناهن بعد از اینکه دو عامل اساسی و یا این دو عامل اساسی سبب شد که یک جامعه باید برای اولین بار برای انسانها و بشریت تقدیم شود که مثال و نمونه او را در عصر آن زمان مردم اصلا سراغ نداشتند. و ما هنگامی که اسلام و جامعه اسلامی را مطالعه میکنیم و سایر جوامع بشری را حیف و افسوس میخوریم که ما با داشتن اینطور یک چراغ معرفت و با داشتن اینطور انسانهای مثالی و نمونه راه خود را گم کنیم. و جامعه اسلامی ویژگی ها و خصوصیات زیاده داره، ولی ما مختصرا و عام فهم به خاطر که میدانم تعداد کثیری از بینندگان ما که تقریبا به زبان فارسی و یا دری بلد آشنایی دارند این صحبت‌های ما را هم تعقیب میکنند. خانواده های عزیز که به این زبان آشنایی دارند لغت‌های بلند را و پیچیده را نمیفهمند. من میخوایم بسیار ساده حرف بزنم و بسیار عام فهم امشب در خدمت شما باشم. و این مهمترین بخشایی را که جامعه اسلامی او را داره، قبل از اینکه این اروپا معرفی بداره و یا امریکا معرفی بداره و یا قوانین ساخته شده به نام بشر و انسان ای را تصویب بکنه، باور بکنند که تمام این خوشبختی ها و سعادت و این پیشرفت ها در حق انسان و کرامت انسانی و یک جامعه سالم ای در قرآن و در شریعت وجود داشته قبل از 1400 سال پیش. بله، قبل از 1400 سال پیش. از مشخصاتی که و یا از ویژگی هایی که این جامعه داشته که ما امروز او را در اروپا میبینیم و یا در امریکا میبینیم، قسما در ظاهر برای ما جلوه میتن که آزادی عقیده و آزادی دین و آزادی بیان، ولی ما میبینیم که در آن زمان الله سبحانه و تعالی هم در قرآن مکی و هم در قرآن مدنی در هر دو آیات که در قرآن کریم ذکر است، در آیات مکی و مدنی در قرآن کریم مسئله آزادی عقیده و آزادی دین را الله متعال مطرح می سازه. ما می خوانیم که الله سبحانه و تعالی برای پیامبر خود فرمود افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. آیا پس تو ای پیامبر مردم را مجبور می سازی که با زور و جبر و اکراه ایمان بیاورند؟ در آیات دیگه برای پیامبر اسلام الله متعال صراحت می فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در دین اکراه و اجبار وجود نداره، در حالی که رشد از و هدایت از گمراهی و از انحراف کلا واضح بیان شده. قرآن در سوره کهف می فرماید فمن شاء منکم فلیؤمن و من شاء فلیکفر وقل الحق من ربکم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء. بگو حق جانب پروردگار شما است،
پس کسی که خواست ایمان بیاوره و کسی که خواست پس کافر می شود. یعنی انسان را به آزادی انسان احترام گذاشت. در پذیرش یا عدم پذیرش؟ در پذیرش و عدم پذیرش. هیچگاه پیامبر اسلام و یا جامعه اسلامی در عصر طلایی خود انسان را مجبور نساخت که حتما به ضرب شمشیر و یا به فشار و به اکراه اسلام و دین را بپذیره. و ما امروز چیزی است که همیشه از این مسئله در اروپا میشنویم. همین جناب استاد اشاره فرمودید، بعضی ها گفته میشه که تبلیغات میکنن که اسلام با زور شمشیر پیش رفته، مثلا اشاره میکنن به فتح ایران، اشاره میکنن به فتح روم. آیا این نقد وارد هست؟ ببینیم که اسلام در هیچ مرحله با ضرب شمشیر و یا با زور و اکراه کسی را به دین اسلام مشرف نساخته. شما میدانید از توطئه های که دولت فارس آن زمان برای در هم کوبیدن مسلمانان حتی در مدینه پیریزی کردند و حتی اشخاص را فرستادند که برای ترور شخص پیامبر که آن پیامبر بزرگوار اسلام را بیاورند و احضار بکنند به فکر خودشان و کسانی را فرستادند از یمن به مدینه منوره و در حالی که پیامبر اسلام بالمقابل برای اونا بشارت دیگه داد. گفت کسی که شما را فرستاده و فعلا دیگه حیات نیست و او از طرف اقارب خودش و دوستای نزدیکش از بین رفته و اینا در حالی که نه رسانه بود و نه اینترنت بود و نه آیفون بود و نه تلگرام و مخابره بود، ولی این هم یک حقانیت، این معجزه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم میرسانه. ببینیم که در رابطه با این که اسلام حتی در حمایت معابد و جاهای عبادت ادیان دیگر پیروان خود را دستور میدهد که شما اونا را اجازه تخریب و از بین بردن او را ندارند. ما بهترین مثال را در زمان که مسجد اقصی و فلسطین در آن زمان و بیت المقدس فتح شد، سیدنا عمر ابن الخطاب در قراردادی که فی ما بین سیدنا عمر ابن الخطاب و طرفداران دین مسیحیت امضا می شود و سایر ادیان، رسما این تعهد میسپاره که ما از معابد شما دفاع میکنیم، به این معنا که هیچ مسلمان حق نداره بر عبادات شما و بر کلیساهای شما و بر جاهای عبادت شما تجاوز بکنه. آزادی کامل داره. آزادی کامل برایشان داد. و ببینیم که شخص خلیفه از مدینه منوره بلند می شود و برای دفاع از پیروان سایر ادیان می رود قرارداد را در اونجا در حضور پیروان اسلام شخصا خلیفه او را امضا میکنه، شخصا خلیفه او را رقم میزنه و برای مردم بیان میداره. ما در عراق همین سالهای گذشته کلیسای به نام سیدت النجات ویران شد و تمام دعوتگران و تمام مسلمانان حتی مراجع بزرگ اسلام این عمل را محکوم کرد. ما اجازه را نداریم که کلیسای را به آتش بکشانیم و اجازه را نداریم که ما بر راهبان و یا کسانی که پیروان ادیان دیگری در جاهای عبادت خودشان پناه برده اند ما اونا را مورد تجاوز قرار بدیم. به این خاطر این یک جامعه واقعا وقتی که ما میبینیم یک جامعه کلا نمونه و مثالی بوده. به این ترتیب ما از ویژگی های جامعه اسلامی ای را میدانیم که در جامعه اسلامی رابطه فیما بین مسلمانان بر مبنای ایمان و عقیده است. رابطه بر مبنای نژاد و زبان و گل و خاک، این روابط را رابطه ایمان تحت شعار قرار داده. قرآن به صراحت میفرماید که انما المؤمنون اخوة، کسانی که با هم مؤمن هستند با هم برادرند. یعنی او رابطه‌ای که بر مبنای نژاد و یا نسب و یا قوم و یا زبان
که از ظالم خودم دفاع کنه و در برابر مظلوم سفارایی کنه و فقط هر منطقی که هر قبیله زندگی داره باید از قوم و قبیله و نژاد خود دفاع کنه. این جامعه که پیامبر اسلام برای اولین بار تأسیس کرد و تشکیل داد، تمام این تعصبات قومی و این روابط غیر عقیده را در بین مسلمان ها از بین برد. بنابراین من مسلمان افغان اگر امروزه در امریکا و یا در اروپا و یا در افریقا و یا در آسیا، در هر جایی که من سفر دارم، وقتی که در اونجا میرم برادر مسلمان خود را میبینم که او مانند من سلام تحیه میده، فرق نداره و مثل ما جواب سلام میده. مانند ما وقتی که شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم میگه و مثل ما وقتی که نعمت را الله برش ارزانی میکنه الحمدلله میگه. بنابراین رابطه عقیده و دین در بین مسلمان ها امروزه این یکی از چیزهای مهمی است که ما این گمشده خود را دوباره باید به رسمیت بشناسیم، نه به شکل تقلیدی بلکه به شکل حقیقی از او. و از زمانی که ما جامعه که پیامبر اسلام تشکیل داد در مدینه منوره میبینیم که حتی آیات قرآن نازل شد که تسامح در برابر ادیان دیگه. این از ویژگی های و از خصوصیات بارز جامعه اسلامی است. شما میدانید که در تاریخ این تسامح و این همگرایی و تعاون اجتماعی که فی مابین اسلام و سایر ادیان بوده، این هیچ رژیم و نظام و قانون سراغ نداره. تاریخ سراغ نداره که کدام نظام و یا مکتب دیگه این کار را انجام داده باشه به مستوایی که اسلام انجام داده. قرآن کریم در بس آیات خود برای ما این حقیقت را میرسانه و جامعه که پیامبر اسلام عملا در مدینه تشکیل داد. قرآن میفرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. الله شما را سبحانه و تعالی نهی نفرموده و شما را مانع نشده از کسانی که از اهل کتابند و غیر مسلمانند که شما و ایشان با شما نجنگیدند در امر دین و شما را از سرزمینتان مجبور به هجرت و مجبور به اخراج نساختند که در برابر ایشان از تسامح کار نگیرند. شما را مانع نمی شود، یعنی بلکه امر می فرماید که شما با اینا بر و احسان کنند. ان تبروهم. حتی علما و دانشمندان اسلام و مفسرین و کسانی که آیات را تحلیل کرده اند اینا گفته اند که از انواع بر با غیر مسلمانان ای بوده که اگر گرسنه باشند ما مسلمانان در او جامعه او را باید غذا برایش آماده کنیم. کسانی که بیماران ایشانند ما باید مریضا و بیماران ایشان را تداوی بکنیم. کسانی ایشان که مظلومند ما در کنارشان استاد شویم و دفاع کنیم و کسانشان که حقوق اجتماعیشان پامال می شود ما برای استرداد حقشان و گرفتن حقشان از غاصب و از ظالم در کنار این مظلوم کافر و غیر مسلمان باید استاد شویم. و نمونه زنده آن در عصر طلایی و درخشان سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، شخصی پیرمرد یهودی که خانه به خانه دق الباب میکنه و دست به گدایی میزنه و امیر المؤمنین میبینه که یک تبعه از کشور اسلامی و یک فرد از باشندگان مدینه که در سایه نظام عدل اسلامی زندگی داره و مسلمان هم نیست در این سن و سال میره و گدایی میکنه. میپرسه چرا این کار میکنی؟ او در جواب میگه که سن سالخوردگی و کهنسالی ما و دادن جزیه و آماده ساختن جزیه برای نظام اسلامی و آماده ساختن نفقه برای فامیل. سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه
که هم گفتیم پیشتر که دو عامل بود که جامعه ساخته شد. عامل دومش میلاد انسان جدید بود و این از دست پروردگان رسول معظم اسلام بود صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. این میدانست که ما برای چی جامعه تشکیل دادیم، ما چه مسئولیت داریم در جامعه اسلامی، چه باید کرد در برابر غیر مسلمانان و در برابر مظلومان و مستضعفان. فرمان صادر میکنه که برای این یهودی تا پایان عمرش باید مصارف او پرداخته شود. الله اکبر. از بیت المال مسلمین، از بیت المال مسلمین. و امثال این شخص سال خورده و کهنسال در مدینه و امپراتوری اسلامی هر جایی که مستضعفان وجود دارند باید امرایشان کمک از طرف دولت صورت بگیره. و ما ایره برادر محترم آقای سلیمانی، ما یعنی در اروپا ما این نظام را وقتی که میبینیم که ماهانه به کسانی که کار نمیکنند و یا سال خورده اند کمک میکنند. و ما این تاریخ طلایی خود را مطالعه میکنم. باور بکنند که انسان به کدام پروبلم و یا مشکلی که ما داریم گریان کنیم. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. ما بر بحر قدم میزنیم ولی تشنه هستیم. ما در خانه خود چراغ داریم ولی راه را گم کردیم. جامعه را که ساختن بر مبنای تسامح با ادیان دیگر استوار بود. حتی قرآن دستور داد و ما ایره متوجه تمام آن شنوندگان و بینندگان می سازم که خصوصا در اروپا و در غرب زندگی دارند که ما باید از رسول معظم اسلام درس چگونه حرکت در یک جامعه که مسیحی داره و یا در ما من حیث افراد جامعه اسلامی چگونه با اینا برخورد بکنیم. قرآن می فرماید در سوره العنکبوت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. با اهل کتاب مجادله نکنند مگر به آن شیوه و سیستمی که احسن باشه. نگفته حسن، میگه احسن، زیباترین، بهترین وجه ممکن که در استعمال جملات زیبا و حکیمانه ما باید دقیق باشیم. در شکل برخورد ما، در سیستم و اسلوب و روش برخورد ما با اهل کتاب متوجه باشیم. ما در یک جامعه قرار داریم که برای اولین بار میخواهیم که قلبهایی را که کفر تاریک ساخته میخواهیم که قلبها را با نور توحید منور بسازیم. کسانی که تا سالیان متمادی از مرحمت و شفقت محروم بوده اند، باور بکنید جناب استاد سلیمانی که کسانی در اروپا در قصرهای بلند و بالای وفات میکنند، در بین یک 2 اتاق و یا 3 اتاق وفات میکنند، فوت میکنند و 1 هفته از مرگشان میگذره. بعد از اینکه تعفن گرفتند همسایه ها شکایت میکنند، همسایگان به پلیس که در اینجا حادثه صورت گرفته. وقتی که میروند یک پیرمرد و یا پیرزن و یا پیرمرد در آنجا وفات کرده، هیچ کس زیر بالین از او نبوده. فرزندان هم داشته و داره، دختران هم داره. اما ببینیم که از مرحمت اسلام و از شفقت اسلام که حتی نسبت به تمام اهل کتاب میگوید که شما در جامعه تان یک فرد مسلمان که جز جامعه اسلامی است چگونه باید برخورد داشته باشه. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، مگر کسان از ایشان که ناظالم هستند. و میفرماید از نقاط شما با اینا برخورد کنند که نقاط ایجابی و مثبت است، از دروازه مثبت ها و از نکاتی که شما را با هم قریب می سازه.
انسانی که در برابر یک مسلمان روبرو می شود او در حقیقت یک بنده الله است. آنچه را که ما برای خود میپذیریم و میپسندیم برای هر هم نوع خود میپذیریم ولو که مشرک باشه. آنچه را که ما برای خود آرزو داریم توحید است، خوشبختی و آزادی است و احترام است، انسان زیستن است، بزرگان را احترام کردن است و برخوردان شفقت کردن است. این حالت دردآور است که یک پیرمرد 70 ساله و یا 90 ساله در دورترین نقاط زندگی میکنه و یا در قلب شهرها و تمدن و تکنولوژی، ولی یکه و تنها جان میسپاره. بسیار دردناک است. خیلی دردناکه. حتی اگر بسیار اینا ترحم و یا من باب ای که من فرزند او هستم، در سال یک بار با آوردن یک خوشی گل و یا یک دسته گل و سال جدید را برای او اگر تبریک بگوید و اکثرا وقت ندارند، فرصت ندارند، تلفن میکنند که سال نو مبارک، فرصت ندارند. آیا با فرزند دیدی میگوید که 30 سال میشوه ندیدیم یا 20 سال میشوه ندیدیم. والدین فرزند را ندیده. والدین فرزند را ندیده. شما میدانید که قرآن کریم حتی برای ما دستور میدهد که با جامعه اهل کتاب شما به شکل احسن پیش آمد کنین و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. ما ایمان داریم بگوین برایشان که بر آنچه که بر ما نازل شده به آنچه که بر شما نازل شده. به هر دو ما ایمان داریم. از اشتراکات سخن به میان میآید. اینجا حرف توافق است، حرف دعوت است، حرف نجات انسان است. انسانی که مریض است، انسانی که در ضرورت داره به هم نوع خود، ما باید اینا را کمک بکنیم. و قرآن میفرماید و الهنا و الهکم واحد. پروردگار ما و پروردگار شما یکی است. معبود من و معبود شما، معبود ما و شما یکی است. در معبود فرق وجود نداره. این کلمات من آب رحمت خواهد بود بر آن آتش کفر و نفاقی که این انسان جانب مقابل را می سوزانه. ای کاش ما از این خوبی های جامعه اسلامی و از این ویژگی های جامعه که پیامبر بزرگ اسلام ساخت در دعوت خود استفاده کنیم. آمین. جناب استاد واقعا اجازه بفرمایید ما با جناب دکتر هم صحبتی بکنیم، شما هم گاری تازه بفرمایید. واقعا بینندگان عزیز نکات ظریف و لطیفی رو که حضرت استاد اشاره فرمودن جای تأمل داره حقیقتا، که ما قدر اون سرمایه‌ای رو که داریم بیشتر بدونیم. جناب دکتر من دوست دارم که ما رو بیشتر ببرید در فضای اون جامعه‌ای که جناب استاد اشاره فرمودن کلیاتش رو و نمونه‌هایی رو هم ذکر کردن. من دوست دارم که درباره این شفقتی که و محبتی که در اسلام هست، در جامعه و نظام اجتماعی اسلام که حتی به مخالفین خودش، حتی به غیر مسلمانان این گونه ترحم داره که جناب استاد اشاره فرمودن، درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بگید و تعاملش با جامعه اسلامی که چگونه بوده جامعه اسلامی در زمان رسول صلی الله علیه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و السلام علی حبیب رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. و عرض سلام مجدد خدمت شما و استاد گرامی. حقیقتا نکاتی که استاد اشاره کردن بسیار نکات پرمعنا و پرباری هست و این در فضای جامعه اسلامی یا در تعالیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار بسیار هویداست. چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مثلا فلان شخصی نیست که اومده باشه برای هدایت عربها یا قریشیان یا اهل مکه، مثلا گاندی نیست که مثلا در پی سعادت و رشاد هندوستان باشه یا نلسون ماندلا که در فکر آفریقای جنوبی باشه یا علی جناح که در فکر پاکستان باشه.
این مردی است که خداوند متعال در وصف ایشون، در تعریف ایشون در سوره انبیاء آیه 107 میفرمایند که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما شما رو نفرستادیم مگر اینکه شما رحمتی هستید برای جهانیان، با یک دعوتی که ویژگیش اینه که برنامه زندگی است. در همه موارد زندگی، برای همه قضایای زندگی حل داره، برای هر سوالی جوابی داره. مثلا مسیحیت نیست که فقط جانب اخلاقی رو در افراد مثلا تربیت کنه یا روش بحث کنه. تمام مسائل زندگی، راهنمایی‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم مختص یک زمان و یک مکان خاصی نیست، برای همه مکانها، برای همه جاها. و این راهنمایی‌هایی که هم میده خودش اولین کسیه که اونا رو تطبیق میکنه، شعارهای تو خالی که نیست. و اینه که پیامبر اکرم رو خداوند متعال یک قرآنی قرار داد که با دو پا در بین ما مؤمنان راه میرفت و به ما گفت که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای هر کسی که ایمان داره به روز قیامت و به خداوند، ما پیامبر رو یک الگوی نمونه قرار دادیم که ازش بسیار نگاه کنید و بهش عمل کنید. نکاتی که استاد اشاره کردن خیلی نکات زیبایی هست. در کنار این نکات من میتونم به این اشاره کنم که نه تنها به این تعامل با کافران، حتی مسائلی که اصلا تو تصور کسی نیست یا اصلا به برخی از جوانهای ما بهشون بر میخوره که اگر همچنین موردی بشه آقا ما چی هستیم؟ نه، ما دلسوز همه بشریت هستیم. ما به اصطلاح ویژگی ما در جامعه بشریت این است که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مردمانی هستید، بهترین امتی هستید که برای هدایت و رستگاری بشر به سوی بشر فرستاده شدید. ویژگی شما چه است؟ ویژگی شما اینه که برای جامعه بشری پدر و مادر باشید، دلسوز باشید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این امر به معروف و نهی از منکر چه وقت صورت میگیره؟ وقتی که من دلسوز اون جامعه باشم، دلسوز بشریت باشم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی احساسات جامعه کافر رو مد نظر داره، نه اینکه حقوقشون رو بده، این حقوقشون که اصلا تأمین شده است. آقا آزادی رو براشون تأمین کن، آزادی اصلا حق اونهاست. یه چیزایی هست که به اصطلاح خیلی خیلی ظریف‌تر از این معانی است. آزادی بیان دارند، آزادی عبادتشون رو دارند، آزادی همه این آزادی‌ها رو دارند. اون چیزی که امروز اروپا ازش حرف میزنه، اون رو در فضای جامعه اسلامی وقتی قرار بدین، در حقوقی که به اصطلاح اسلام برای فرد و شخص تأمین کرده، اون اصلا به شمار نمیاد. نقطه است بسیار پایین و به اصطلاح چیز ناچیزی که چشم بسیاری از مسلمان‌هایی که با دینشون آشنا نیستند رو گرفته و احیانا خیلی به اصطلاح با تعجبش نگاه میکنند. آقا جامعه اسلامی یا پیامبر خدا حتی احساسات جامعه کافر رو مد نظر داره. نوجوانی از جوانهای مسلمون با یکی از دوستای یهودیش جر و بحث شد و فلان شد و اون یهودی قسم خورد و قسم به خدایی که موسی رو بر همه برتری داد. این برای یک نوجوان شیفته رسول خدا قابل تحمل نبود. بی خود کردی که تو میگی که موسی از پیامبر ما بهتره. آقا موسی از پیامبر شما بهتر. جوون بلند یه سیلی زد به این یهودی که تو چه جرأت میکنی که بگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی از رسول خدا هم بهتره. بلند شد یهودی اومد کجا شکایت؟ اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این در تصور نیست آقا، کسی بیاد به پیامبر چیزی بگه، کسی از پیامبر توهین به اصطلاح دفاع کنه، طرفی که به احساس میکنه بهش ظلم شده باز شکایت میاره پیش پیامبر خدا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فوراً نمیگن که بله من که از موسی بهترم. بله که پیامبر خدا از همه پیامبران با ارزشدار و بهتر و عزیزتر پیش خدا و پیش بشر خدا. با این وجود میگه نه شما حق ندارید. لا تخیرونی علی موسی. کسی حق نداره که منو بگه که من بهتر از موسی هستم. کسی حق نداره حتی بگه که من بهتر از یونس هستم. نه خیر. و حتی ببینید چی دشمنی کی از
برای این پیامبر و برای این امت از ابو جهل بیشتر بود. فرعون این امت با این وجود وقتی بچهش اکرمه مسلمون میشه، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند به جامعه اسلامی، میفرمایند که ای جامعه، ای مؤمنان، بله ابو جهل فرعون بود، اما سیأتیکم اکرمه مهاجرا، اکرمه الان میاد با صفت هجرت، با صفت مؤمن میاد پیش شما. فلا تسبوا ابا، دیگه الان بعد و بیرای پدرشو نگید، حرفی نگید که اکرمه ای که تو دیروز تشنه خون پیامبر و مؤمنان بود، چقدر از مسلمان ها شمشیر اکرمه کشته شدن، با این وجود آهای مؤمنان شما حق ندارید بدی پدر فرعون شو بگید که نکنه اکرمه ناراحت بشه. آقا بدی حتی اون گاو و گوساله‌ای که کافر میفرسته رو نگو، فش نده بهش. چرا؟ چون احساساتش خدشه‌دار میشه. خداوند متعال میفرماید ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. شما میایید بعد و بیرای به اصطلاح خدایان اونا میگید، اونا هم که نمیدونن، جاهلن، اونا میان باز بعد و بیرا میگن و دشنام میدن به پروردگار یکتا. این مواردی که به اصطلاح اصلا قدردانی کردن از جامعه کافر، از فرد کافر، فردی که کافر بود کار خوب کرد باید ازش قدردانی بشه. دختر حاتم طایی اسیر میشه، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میاد این دختره پیش پیامبر خودش رو معرفی میکنه که من دختر حاتم طایی هستم که چنین کرم داشت، چنین به مهمونش میرسید. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند این صفتهای یک مؤمن صادق هست. ولو کان اباک مسلما لترحمنا علیه، اگر پدرت مسلمون می بود و اسلام می آورد ما الان امروز براش دعا می کردیم حتی. اما پدر بعد به جامعه میگه فان اباها کان یحب مکارم الاخلاق، پدر این اخلاق نیکو رو دوست داشت، آدم خوبی بود. و ان الله یحب مکارم الاخلاق، خداوند اخلاق زیبا و نیکو رو دوست داره. این موارد رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با جامعه کافر حتی همدردی میکرد. کسی میمرد، نمیدونم یهودی مرد، جنازه شو رد کردن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به احترام جنازه بلند شدن که این جنازه است، این جامعه در این مردم در یک سوگ هستند، در یک مشکلی هستند، اینا رو باید باشون همدردی کرد. اگر کار خوبی کردن قدردانی بشه از کار خوبی، حتی کافر باشه. آقا کار خوبی که است، مطعم ابن جبیر این همه خوبی ها کرد در حق مؤمنان وقتی که تو شب ابی طالب به اصطلاح محاصره بودند. در بدر وقتی که پیامبر و مؤمنان 70 تا از فرعونهای اون زمان رو به اسارت گرفتند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر مطعم امروز زنده می بود می اومد شفاعت این افراد میکرد، من ازشون در میگذاشتم، همه را آزاد میکردن. این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این کسی که به اصطلاح خداوند متعال چون رو برای ما الگو قرار دادن. وقتی میایم تو خود جامعه اسلامی، در بستر جامعه اسلامی میبینیم که هر یکی از صحابه احساس میکرد که نزدیکترین، عزیزترین فرد پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم. چه برخوردی داشتین پیامبر ما که هر کسی، فردی مثل عمرو ابن عاص که هنوز 3 ماه نشده مسلمون شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ایشون رو ریاست میدن، مسئولیت میدن برای اداره یک به اصطلاح پادگان و یک حمله نظامی و یک به اصطلاح مانور نظامی در منطقه، تو اون لشکری که توش به اصطلاح ابوبکرها و عمرها و افراد بزرگ هست. عمرو ابن عاص اونقدر وقتی پیامبر میاد پیش پیامبر بلند میشه، ازشون استقبال میکنه، اینو که عمرو خودش فکر میکنه که نزدیکترین کسی نزد پیامبر خدا. میاد یه روزی حتی خودش میگه که من اومدم پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، وقتی این رفتار پیامبر رو دیدم. این کیه؟ این کسیه که تا دیروز با مسلمان ها ستیز داشت، این کسیه که به دشمنی پیامبر رفت به حبشه تا مؤمنان رو از نجاشی بیاره به مکه گردن بزنه. با همه این دشمنیاش میبینیم که اینطور پیامبر باش برخورد میکنه که احساس میکنه عزیزترین شخص پیش پیامبر و از پیامبر میپرسه که یا رسول الله من احب الناس الیک، محبوب ترین و عزیزترین شخص نزد شما کیه؟ پیامبر میفرمایند که عایشه.
میگه بله یا رسول الله متوجهم عایشه همسرتون هست، اما خب از مردان کی هست؟ فرمودن پدرشون. گفتن خب بعدش؟ گفتن عمر. بعدش؟ باز پیامبر دارن افرادی رو میگن، هم رو احساس کرد نه این رفتار پیامبر هست، این شیوه برخورد هست که ما باید با همه اینطور برخورد کنیم. میگه بعد ساکت شدم، نپرسیدم، ترسیدم که آخرین کسی که بسیار پیش پیامبر عزیز باشم من باشم. عزیز بودن، احترام گذاشتن، احترام، شیوه رفتار پیامبر یه چیز فوق‌العاده است و اینه که خداوند برای ما الگو و نمونه قرار داده. حالا یه مثالی هم بزنم از شیوه اصطلاح برخورد پیامبر و میدان بدیم به جناب استاد از عرایض ایشون بیشتر بهره مند بشیم. یک شخصی بود اسمش بود ظاهر، که از صحابه بود، بنده خدا بادیه نشین بود، همیشه شکل و قیافش بسیار زشت بود، شکل و قیافه خوبی نداشت. ایشون از روستاها می اومد، چیزایی که تو بادیه و تو صحرا و اینا بود اونا رو می آورد تو شهر می فروخت و بعضی هدایایی چیزایی می آورد برای پیامبر از همین چیزایی تو بادیه. حالا تو بادیه چی باشه دیگه، یه کشکی هست، یه نمیدونم چیزای بسیار پیش و پا افتاده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با خوشی، با لبخند از همین چیز ناچیز این فرد استقبال می‌کردند و می‌فرمودند که ظاهر و بادیتنا، بادیه ما به اصطلاح بادیه نشینی ما، زندگی بادیه ما با ظاهره و ما حاضرته، ما هم شهری اونیم و وقتی هم میرفت خیلی چیزا بهش از هدایا و از چیزایی که تو شهر است به ایشون هدیه میدادن. این شخص خب احساس میکرد که من کیم دیگه، یه آدم روستایی پیش پا افتاده نمیدونم زشت و اینا و میومدم یه چیزی میفروختن، خیلی احساس. اما پیامبر میخواد نه، به شخصیت بده. یه روزی تو بازار بود، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومدن از پشت چشای ظاهر رو گرفتن و شروع کردن داد میزدن آهای کیه این برده رو از من بخره. با شوخی میکنن. کیه داره شوخی میکنه؟ این رسول الله هست، بزرگترین شخص نزد خدا، محبوبترین شخص نزد خدا، بزرگترین و شاخصترین شخصی که خداوند برای بشریت عنوان هدایت قرار داد. رهبر مملکت هست، قاضی القضات هست، امام هست، برای همه جامعه، همه این مسئولیت های جامعه روی دوش پیامبر. اون وقت میبینیم همین پیامبر میاد با یک انسان زشت روی به اصطلاح افتاده تو جامعه داره با شوخی میکنه، از پشت میگیره چشاشو، میگه که کیه که به اصطلاح ظاهر رو از من بخره، این برده رو کی میخره؟ ظاهر وقتی متوجه میشه که این رسول الله هست، همین پشتش رو به سینه پیامبر میماله، احساس آرامش میکنه که تو بغل رسول الله هست و همون میگه که من به اصطلاح کسی من رو نمیخره، من کیم که کسی منو بخره؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند لکن عند الله انت عظیم، نزد خدا انت غالی، نزد خدا تو با ارزشی، نزد خدا تو قیمت داری، قیمت فرد نزد خداش هست و ما رحمتی برای بشریت، باید دست همه بشریت رو بگیریم، حالا چه مؤمن باشه، چه کافر باشه، چه آدم خوب باشه، چه آدم بد باشه. نباید بد ما رو مجبور کنه، نباید بد اخلاقش رو به ما تحمیل کنه تا ما بد باشیم. اگر اون بده ما بد باشیم، پس فرق ما دوتا چیه؟ ما باید به اصطلاح ما افرادی هستیم که در واقع بهشت رو داریم به مردم، به جهانیان عرضه میکنیم، یک اسلام رو داریم به مردم عرضه میکنیم. مثل یک فروشنده خوب باید اون چیزی رو که داریم با بهترین شیوه، با بهترین شیوه تبلیغاتی به مردم نمایان کنیم تا مردم این رو قبول کنن و بشیم ضمن اون اشخاصی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون این مژده رو دادن که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها. اگر خداوند متعال یک نفر رو، شما رو سبب هدایت یک نفر قرار بده، این برای شما از دنیا و هر آنچه در دنیا هست بهتره. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید به همراه شما با کسب اجازه از حضرت استاد در داخل استودیو و بینندگان عزیز سری بزنیم اتاق کنترل پیش دوستامون و یک میان برنامه فاصله بگیریم. برمیگردیم ان شاءالله. بینندگان عزیز همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ادامه این موضوع همراه ما باشید. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و
عزیزان، همچنان با شما هستیم با بررسی موضوع صفات جامعه اسلامی و کارشناسان محترم برنامه. در قبل از میان برنامه برخی از صفات را حضرت استاد سادات اشاره فرمودن بهش در باب جامعه اسلامی و نظام اسلامی که مهمترین صفاتش رو نمونه هایی که اشاره شد بحث آزادی پذیرش دین و عقیده و به صورت عموم آزادی باور و پندار در جامعه اسلامی که هر کسی آزاد هست عقیده و باوری رو که داشته باشه و نمونه هایی ذکر شده از تاریخ اسلام و از زمان رسول صلی الله علیه و سلم که هرگز به دیگر ادیان و مذاهب نه توهینی شد و نه اجازه توهین داده شد. حتی با جناب دکتر اشاره فرمودن که معبودان باطل اونها اجازه داده نشد، احساسات اونها رعایت شد، به اماکن و مراکزی که داشتن برای عبادت احترام گذاشته شد و در پذیرش اسلام مختار شدن و حتی به عده‌ای از ضعفا و مساکین و مستمندان اونها احترام شد، رسیدگی شد، حق و حقوق تعیین شد. این درباره غیر مسلمین هست، درباره جامعه اسلامی، درباره مسلمین که به طریق اولا. و در باب جامعه اسلامی هم جناب دکتر مثال‌های زیبایی رو اشاره فرمودن از برخورد رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان شخص اول حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، کسی که فرمانده کل لشکر هست، کسی که به هر حال خودش فرمانده کل مسلمین هست، کسی که به تعبیر جناب دکتر قاضی و قضات هست، کسی که همه کار است دیگه، مرد شماره یک هست در نزد مردم و نزد الله متعال هم در بین مخلوقاتش مرد شماره یک است. اما هرگز این گونه نبود که در برخورد و تعاملش با دیگران به نحوی برخورد بکنه که اونها حتی احساس بکنن شخص دیگری از من محبوبتر نزد ایشون، چه برسه که خدای نکرده توهین و تحقیر باشه. و درباره صفت دیگری صحبت کردن جناب استاد درباره اینکه امت اسلامی معیار در امت اسلامی عقیده و باور هست و اینه که رابطه رو بر ما تشخیص میده و نه رنگ و نه پوست و نه نژاد و نه سن و صنف و جنس. و اون چیزی که در جامعه اسلامی معیار هست تقواست و ملاک برتری هم تقواست و در این باب صحبت فرمودن و همچنین درباره گذشت با غیر مسلمین که جامعه اسلامی در برخوردش با غیر مسلمین هرگز برخورد دو دشمن و دو مخالف نیست، بلکه برخورد یک مسلمان با غیر مسلمانان همیشه برخورد یک انسان دلسوز و خیرخواه به کسی هست که در مشکلی افتاده، در بیماری مبتلا است یا در مصیبتی واقع شده و خودش نمیدونه و این قصد رو داره تا به اون کمک بکنه. فقط همچین دیدگاهی هست و در ادامه موضوع انشالله در خدمت جناب استاد سید خبیب سادات خواهیم بود. البته بینندگان عزیز حتما کسانی که برنامه‌های استاد رو در چند سال گذشته در شبکه‌های مختلف فارسی زبان پیگیری کردن با برنامه‌های استاد آشنا هستن و این برنامه هم که در افتخار همراهی ایشون رو داریم که موضوع رو با ایشون ادامه میدیم. جناب استاد درباره بقیه صفاتی که از شاخصه های امت اسلامی هست و جامعه اسلامی به صورت خصوص برای ما بینندگان عزیز بگید. با عرض سلام مجدد خدمت شما و استاد گرامی و سایر بینندگان و شنوندگان محترم. قبلا ما از خصوصیات و صفات جامعه نمونه و مثالی که پیامبر اسلام ساختند و تشکیل دادند نمونه هایی را ذکر کردیم و در این رابطه آیات قرآن را پیشکش کردیم خدمت شما و زندگی عملی شخص پیامبر اسلام حقیقتاً که طوری که استاد محترم استاد عمر فرمودند که این برای ما یک اسوه است و این شخصیت بزرگوار تاریخ مثل و نمونه او را مشاهده نکرد و رحمت بود برای تمام جهانیان. ما هنگامی که آمدن نمایندگان مردم نصارا و مسیحی آن زمان نجران را می‌بینیم و در محدوده مسجد نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و آزادی کامل دادن برای ادا کردن شعائر دینیشان و پذیرایی مستقیم توسط شخص پیامبر اسلام، این معانی بسیار زیاد را برای ما
میرسانه. و به این ترتیب شما ببینید که حتی اگر آنچه که در ادیان دیگر جایز باشه استعمال آن مثل شراب و یا به طور مثال گوشت خوک، ولو که او از اهل آسمانم نباشه و پیروان یک دین غیر سماوی باشند، مانند مشرکین، اگر یک مسلمان در یک حکومت اسلامی و در سایه یک نظام اسلامی چونی جامعه بر مبنای عدالت استوار است، اگر آنچه که در دین اونا محترم است و دارای قیمت است، فقهای اسلام گفته اند که قیمت او باید پرداخته شود، اگر است توسط کدام مسلمان از بین می رود و یا ضایع می شود. این منتها درجه تسامح اسلام را نسبت به ادیان دیگر نشان میده و در این رابطه ما میبینیم که در مدینه منوره مهاجرین از مکه آمده اند، انصار در مدینه تشریف دارند، یهود در مدینه و اطراف مدینه زندگی دارند و حاصل قیاس مشرکین. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اولین روزهای تشریف آوریشان که در ماه ربیع الاول تشریف آوردند، که خوشبختانه این برنامه ما هم امروز سوم ربیع الاول است، امیدواریم که ما بتانیم که او خاطره ها را زیادتر در ذهن خود زنده تر بسازیم و پیامبر اسلام همه ای باشندگان مدینه منوره را یک جا می سازه و قرارداد را بین خود و فیما بین خود مسلمان ها و غیر مسلمین به امضا می رسانه و نوشته میکنه که اینا کلشان یک امت واحده است، غیر از مردمی که با ما تعهد ندارند. ما از منافع یکدیگر دفاع میکنیم، ما از آنچه که مدینه را تهدید میکنه در یک صف واحد قرار داریم و اینا خود را یک امت واحده بر مبنای یک توافقاتی که صورت میگیره معرفی میداره. البته بزرگترین دستاوردی است که جامعه اسلامی داشت و این هم از برکت همان قانون الهی و ساخته شدن و میلاد انسان بود که گفتیم دو عامل اساسی در ساخته شدن این جامعه نمونه و مثالی بود. شما در جامعه که اسلام معرفی داشت و پیامبر اسلام عملا او را به جهانیان نشان داد و ساخت و تربیه کرد پرسنل او را، میبینیم که در بین تمام اجناس و اقوام و الوان و رنگ ها مساوات کامل وجود داشت. بزرگترین مناصب قیادت و رهبری میبینیم که به دست کسای میفته که قبلا از خود آزادی نداشتند، اینا محکوم بودند و ما میبینیم که اسلام آمد و برای تمام انسان ها ابراز داشت که و با صدای رسا و واضح و روشن و آفتابی، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. صدق الله العظیم. ای مردم، ما شما را از یک زن و مرد پیدا کردیم و خلق نمودیم و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسند. نگفت لتسارعوا، تا با یکدیگر بجنگند، لتعارفوا، تا یکدیگر را بشناسند. این وسیله تعارف است و بعداً معیار برتری را الله متعال صراحتاً برای ما بیان می‌داره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با عزت‌ترین و مکرمترین شما و بلند مرتبه ترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی کسانی هستند که با تقواترین شما است. نگفت قوی ترین شما یا سرمایه دارترین شما و یا کسانی که بسیار خوب خوشگل است و یا مقبول است از لحاظ جنسیت رنگ و پوست. میفرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و این حقیقتا استاد
یعنی حقیقتا این جملات و این کلمات و این قوانین باید با خط زرین بر صفحات قلوب انسانها نگاشته بشه و این واقعا معیارهایی است که هیچ انسانی را توهین و تحقیر نمیکنه. جناب استاد، در همین موضوع که اشاره فرمودید شما، بحث مساوات در برخورد با اقشار مختلفی که در جامعه هستند، یکی از مشکلاتی که ما داریم و حتما بینندگان عزیز هم با من در این نظر هم عقیده هستند که متاسفانه نژادها، تبعیضات نژادی که در جامعه ما هست یا تفاوت طبقاتی که در جامعه ما هست، خیلی وقتها در جامعه انسانی به صورت عموم و حتی در جامعه اسلامی ما به صورت خصوص سبب میشه که ما دید ما، برخورد ما نسبت به افراد متفاوت هست. حتی برخورد جوامع نسبت به این افراد مختلف هست. به عنوان مثال یک شخصی که یک کارگر بسیار مثلا سطح پایین هست در جامعه، کارگری هست، رفتگر خیابانی هست و یا نوکر هست، یا به تعبیری در زمان رسول صلی الله علیه و سلم ما داشتیم که غلام بودن، اینها برخوردی که با اینها میشه کاملا متفاوت است با برخوردی که با یک درجه دار میشه، برخوردی که با یک مدیر میشه، برخوردی که با یک شخص حکومتی میشه یا یک تاجر میشه. آیا در دین مبین اسلام یا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما چنین برخورد متفاوت و تبعیضاتی رو ما در زمان رسول صلی الله علیه و سلم مشاهده میکنیم، با توجه به اینکه این تفاوت‌های طبقاتی در اون زمان هم بود؟ یعنی اون موقع هم اقوام تعصب قومی شاید خیلی پررنگتر بود، چه در مکه مکرمه و چه در مدینه منوره، و حتی از لحاظ طبقاتی هم در لحاظ درجات مالی و پوست و رنگ و نژاد و طایفه این تعصبات اون موقع خیلی بیشتر بود. آیا ما در زمان رسول صلی الله علیه و سلم هم همچین برخوردهای چندگانه‌ای رو ما داشتیم در زمان رسول صلی الله علیه و سلم؟ یعنی قطعا گفته میتونیم که در اسلام ما در تاریخ اسلام و در جامعه اسلامی که رسول معظم اسلام تشکیل دادند و کسانی که به این دین داخل می شدند، ما اساساً نمونی از این تفاوت‌ها را در او جامعه سراغ نداریم که ما بتانیم اینطور یک مثال بزنیم که این من حیث یک قانون بوده، اشتباهات شاید بوده، انسان جایز الخطا است، ولی بعدن که دانسته‌اند خود پی بردن که یک اشتباه بوده و این از خصوصیات دوران جاهلیت بوده. بناهن رسول اسلام گفت برای شخص ابوذر غفاری انگامی که برای بلال او را خطاب میکنه و او را مخاطب قرار میدهد، برایش میگویه که بچه یا فرزند سیاه، کسی که سیاه است و از به اصطلاح از لحاظ نژادی افریقایی است و یا حبشی است، ولی برای او میگه فرزند سیاه. ببینیم که بلال نزد رهبری و قیادت مسلمانان که شخص پیامبر اسلام است مراجعه میکنه و او به ابوذر میگوید که یا ابوذر، در وجود تو از نشانه های یا از علامات دوران جاهلیت امی صفت باقی است و این صفت نباید در وجود یک مسلمان باشه. و او میره و بر سر راه بلال حبشی روی خود را بر خاک و بر زمین میگذاره و قسم یاد میکنه تا زمانی که بلال با کفشای خود بر روی ما بالا نشوه و پا نگذاره، ما از مسیر راه بلند نمیشوم و تا که مرا عفو مورد بخشش قرار نده. و این منتها درجه تربیه سالم رسول اسلام است و تأثیرات آن دینی است که همچنین این چنین یک جامعه را برای اولین بار به دنیا تقدیم می‌داره که این جامعه را حتی قرآن کریم در مورد این جامعه چنان ارزشی را برای ما بیان می‌داره که اگر ایمان شما مانند ایشان باشه شما در راه هدایت هستید. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر مردم دیگر مانند شما نقش قدم شما را در تشکیل این جامعه توحیدی و در قبول کردن این دین و این رسالت مانند شما نقش بازی کنند و قدم بردارند، پس اینا در راه هدایت روان است. اگر راه صحابه و این جامعه را ما رها کنیم و به انحراف برویم، پس راه ما به شقاوت و به ضلالت و به گمراهی
در حرکت است. ما میبینیم که پیامبر اسلام به سلمان میگوید سلمان منا اهل البیت. سلمان جز خانواده پیامبر اسلام است و او یک انسانی که اصلا عرب نیست، انسانی که از فارس است، ولی پیامبر اسلام برای از بین بردن این فوارق و تبعیضات برای ما عملا نشان میدهد تا این در ذهن ما امت باقی بمانه که این همه کوتاهی ها و تقصیراتی که در رابطه با زیردستان خود ما داریم و یا در رابطه با فقرا داریم و یا در رابطه با مردمان محروم و مستضعف داریم، ما باید توبه کنیم و دوباره به او تاریخ زرین و به او جامعه مراجعه کنیم که او جامعه راستی هم فخر و شرف است برای ما امت. سیدنا ابوبکر صدیق هر زمانی که بلال حبشی را میدید و میگفت که سیدنا عمر بن خطاب ابوبکر سیدنا اعتق بلالا سیدنا، ابوبکر سردار ما است و آزاد ساخت او سردار ما را و نور چشمان ما را که عبارت است بلال حبشی است. این قابل تعجب نیست که ما بگویم چرا بلال مؤذن رسول الله شد و چرا بلال سخنگوی رسول معظم اسلام شد و چرا سلمان فارسی جز اهل بیت قلمداد می شود و چرا قیادت سپاه و لشکر به دست یک غلامزاده که آزاد شده و آزادی خود را در اسلام به دست آورده که 17 سال داره و در زیر قیادت و رهبری او شیخین و خلفای راشدین حرکت میکنند، مانند ابوبکر صدیق که بعد از انبیا ما در تاریخ به او درجه مقام و فضیلت ما دیگه سراغ نداریم، ولی در زیر قیادت و قماندانی او ابوبکر و عمر و امثال اینا رضی الله عنهم اجمعین حرکت میکنند. این به خاطر قابل تعجب نیست که انسانها درک کرده بودند که اسلام آمده تا انسانها را از دید انسانیشان مورد کرامت و عزت قرار بدهد و در پهلوش برای خوشبختی و سعادت خود اینا از این قانون استفاده کنند. زیرا اگر ما هم این قانون را تطبیق کنیم، امروزه دیگه عرب و عجم با هم نمی افتند و امروزه کشور همسایه را نمی بلعه و او را زخمی نمی سازه اگر ما به این مسیر و به این را حرکت بکنیم. عمر ابن خطاب فرمود اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده می بود ما او را امیر مقرر می کردم. غلام هم بود. او غلام بود و او به شهادت رسیده بود در حروب ردت که در اونجا به شهادت میرسه و اکثرا حتی تاریخ نوشته کرده که در مدینه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیدنا عمر ابن خطاب سالم را به خاطر کثرت حفظ قرآن و یا قرائت قرآنش که نسبت به دیگه صحابه داشت پیش نماز مقرر میکرد و عقب او اقتدا میکرد و نماز میخواند. و این حالت را ما زمانی که میبینیم ای کاش ما چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی، خصوصا برادران و خواهرانی که صدای ما را در اروپا و امریکا و غرب میشنوند، ما این برادرانی که تازه آمدن به اسلام داخل شدند و امروزه در کوچه های اروپا نماز میخوانند و کسی ایشان را به خاطر که اینا زیاد قرآن میخوانند و ما مورد تعقیب قرار نگیریم در مساجد خود جا نمیدن. ما باید این را درس بگیریم و بدانیم که او برادرای خود را نوازش بتیم. باور بکنین استاد سلیمانی خدمت شما، یعنی این مسئله را به خاطر الله سبحانه و تعالی در برنامه گذاشتم یادآور شدیم که برادر آلمانی که تازه اسلام آورده، شاید 4 الی 5 سال از اسلامش میگذره، مگر به چندین قرائت با صدای بسیار گیرا و دلنشین قرآن تلاوت میکنه، مسائل فقهی میفهمه و دعوت میکنه دیگران. و ما اکثرا کوشش میکنیم که
در نمازها او را پیش کنیم و صدای مبارک او را بشنویم و این مسئولیت را جامعه اسلامی به عهده ما گذاشته و دعوت اسلامی. این از ویژگی هایی است که البته انقلابی که در اروپا صورت گرفت و کلیسا را با گفتن دانشمندان اروپا که باید آخرین شاهزاده فرانسه را با روده آخرین پاپ اعدام بکنند، به خاطر که پاپ و خانواده های سلطنتی با هم در یک جا کار میکردند و ملت های خود را اینا سرکوب کردند، قیام ها را سرکوب کردند و دشمنی با علم، دشمنی با آزادی انسان ها گفتند که باید این کار صورت بگیره و این عقده‌ای که نسبت به دانشمندان پیدا شد دلیلش امی تبعیضاتی بود که اینا متاسفانه در برابر دانشمندان و در برابر افراد جامعه داشتند که بالاخره ما سرنوشت او را دیدیم که به کجا رسید. خیلی ممنونم جناب استاد. حقیقتا مواردی رو که حضرت استاد اشاره فرمودن اینها رو بینندگان عزیز ما همیشه من این رو یادآوری کردم، آنچه که ما مطرح میکنیم صرف به خاطر این نیست که ما بشنویم و اطلاعات دینی ما اضافه بشه فقط، نه، ما اینها رو به خاطر این ذکر میکنیم که بر خودمون بر شما بینندگان عزیز بیشتر توجه بکنیم که ما باید این گونه باشیم. ما جامعه اسلامی ما این بوده در اصل. اینه وقتی که ما از اسلام صحبت میکنیم، اسلام یعنی این، یعنی که این گونه باید برخورد بکنیم. هر کسی که هنوز دست از تبعیضات نژادی بر نداشته، اگر از تبعیضات قومی به دست بر نداشته، اگر از بحث فقیر و پادشاه و نوکر و غلامزاده و نوکرزاده و از این مسائل درگیر این مسائل هنوز، اگر کسی هنوز به رنگ و لباس و لهجه و تیپ و قیافه گیر میده و ملاک براش اینها هست، یک تجدید نظر باید بکنه در ایمان خودش، در اسلام خودش. از اول یک تولد جدید باید برای خودش داشته باشه که اسلام حقیقی اینی که داره صحبت میشه ازش، اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کردن. وقتی که صحبت میشه که بلال میاد اذان میده، مؤذن رسول صلی الله علیه و سلم میشه، شما در نظر بگیرید در جامعه این اتفاق میفته که اون جامعه غلام رو بلا نسبت به مانند یک حیوان فرض میکردن در اون زمانه. حالا همچین انسانی که یک رنگ پوستش نمیخوره، از خود عرب نیست، اصلا از یک کشور دیگه از آفریقا بلند شده اومده، غلام بوده، خریده شده، آزاد شده، وقتی رسول صلی الله علیه و سلم از قریش خیلی ها دور برش هستن، از بزرگان مدینه خیلی ها هستن، از شاهزاده ها به اصطلاح اون زمانه ها خیلی ها بودن، ابوبکر بود، عمر بود، خیلی های دیگه هم بودن. میاد و حضرت بلال رو میسپاره به خاطر اینکه اذان بده. اینا همه برای ما و شما همجوری که جناب استاد اشاره فرمودن درسه. اینها رو همه رو ما باید بشکنیم، ما باید این تعصبات، این مشکلات و این فتنه هایی رو که ما دچارش هستیم از بین ببریم تا به اون مجد، به اون عظمت، به اون شکوه برسیم، تا اینکه ما دست پیدا بکنیم به اون حقیقت جامعه اسلامی، اون نظام اجتماعی رو که ما داشتیم که یک روزی غرب آرزو میکرد که فرزندانش رو بفرسته در دانشگاه اسلامی درس بخونن و تمام اروپاییان و غربی ها از ما رنگ میگرفتن به خاطر اینکه ما عامل بودیم به این چیزها. و امروز هم به جای اینکه ما بریم به اون 4 تا قانون دست پا شکسته‌ای که غرب از پیش خودش تراشیده عمل بکنیم و افتخار بکنیم که ما هم الان به دموکراسی رسیدیم، بیایم همین قوانینی که الله تعالی برای ما فرستاد، رسول الله صلی الله علیه و سلم، و تجربه هم کردیم، وقتی که عامل بودیم، آقایان عالم بودیم، اینها رو دوباره در زندگی خودمون بیاریم تا به جای اینکه نوکر این و اون بشیم، خود ما آقا و سرور عالم باشیم که در اصل هم همین گونه باید باشه که مسلمان ها وقتی که اتباع میکنن از دین و اتباع میکنن از سنت رسول صلی الله علیه و سلم به عزت دنیا قبل از آخرت میرسن. جناب دکتر، ما دوست داریم که درباره آنچه که جناب استاد اشاره فرمودن در بحث صفات و ویژگی ها، در باب تفاوت هایی که در جامعه اسلامی هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه تعامل داشتن با اقشار مختلف جامعه، نمونه هایی را از سنت برای ما ذکر بکنید تا بیشتر در اون حال هوا قرار بگیریم. نقطه ای که استاد بهش اشاره کردن واقعا حائز اهمیت است و مایه فخر برای ما مؤمنان، برای مایی که دین ما اومد و چیزی به نام بردهداری رو از دنیا ریشه‌کن کرد
اما متاسفانه هنوز هم که هنوزه در غرب ما سالانه بنا به بسیار آمارهایی که خود سازمانهای جهانی اعلام میکنن سالانه 1,200,000 انسان در دنیا خرید و فروش میشن. هنوز هم نظام بردهداری هست. سومین بزرگترین تجارت جهانی تجارت خرید و فروش برده و انسان هست. بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدرات میاد به اصطلاح خرید و فروش برده که 7 تا 12 میلیارد دلار سالانه به اصطلاح سود داره برای این برده فروشان و آدم فروشانی که هنوز هم به اون برنامه اسلام نرسیدن. اگر به اون ما در جامعه هایمون خیلی بله تخلف اجتماعی داریم، تخلف اقتصادی داریم، همه اینها سر جای خودش، اما هنوز هم اون بوی اسلامی که برای ما مونده باعث شده که جامعهمون در جامعه های اسلامی ما هنوز خودکشی نداریم. آماری که داریم از بیدینی ما هست و اون هم آمار بسیار ناچیزی است، مثلا در مقایسه با آماری که سازمان‌های جهانی از به اصطلاح کشوری مثل ژاپن میدن که سالانه 30,000 که بیشترشون جوون هستن در ژاپن خودکشی میکنن که یک به اصطلاح کشور صنعتی هست. ما در یک به اصطلاح دینی قرار دادیم که خداوند متعال در وصف اون رسولش میفرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ما برای شما کسی رو از میان خودتون فرستادیم که این چقدر حال و هوای شما رو داره، حریصی که برای شما حرص میخوره به خاطر آینده شما. وقتی میایم دستورالعمل‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو میبینیم در زندگی چقدر حواسش هست به تک تک افراد جامعه، نگاه میکنه که در فردی که میخوام این رو به اصطلاح به طرف جامعه بکشیم، ما بیایم وقتی که حتی حرف از دعوت میشه، ما مؤمنان امروزی میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا فلانی آدم خوبی است، زیاد با کسی ور نمیره، کار هوایی که به اصطلاح کار تو لاک خودش زندگی میکنه، اگر ما بریم این رو دعوت کنیم شاید حرف ما رو بشنوه. در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برعکس این به اصطلاح تصور ما میفرمایند خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام اذا فقهوا. افراد به اصطلاح خیلی شارلاتان یا خیلی به اصطلاح شلوغ، خیلی نمیدونم مشکل ساز در جاهلیت، این وقتی مرد در به اصطلاح بدی در شرارتش، وقتی که مسلمون باشه در مسلمونیش مرده. این رو باید هم در فکرش بود. کسی مثل خالد ابن ولید که میاد به اصطلاح سپاه اسلام رو در احد شکست میده، همچنین شخصی رو پیامبر خدا هواش رو داره که این اگر چرا ما این رو دعوتش نکنیم. میاد مثلا این رو اون نقطه‌ای که توش هست یک راهی رو پیدا میکنه که به دل این به اصطلاح نفوذ کنه. میفرمایند در وصف خالد او مثل خالد یتوه عن الاسلام، مثل خالد هم اسلام رو براش به اصطلاح فهم اسلام براش سخت باشه، با این عقل و این تعریفش میکنه. این فرد به این صورت میشه تو دلش راه پیدا کرد و همین جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باعث میشه که خالد بیاد به اصطلاح مسلمون میشه. خود افراد توانمندی ها قدرت هایی که در افراد هست میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر بهشون بها میده. ابو موسی اشعری همونطور که استاد فرمودند که این نوجوان ما به اصطلاح آلمانی صدای خوبی داره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابو موسی اشعری که صدای خوبی داشت، ایشون رو میرفت صداش رو به اصطلاح ابو موسی که قرآن میخوند و صداش رو گوش میکرد، بهش میگفت که ابو موسی دیشب اگه میدیدی من چطور داشتم به صدای شما گوش میکردم، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود. ابو موسی تو یک صدا و یک لحن زیبایی داری که انگار که یکی از نیهای داوود علیه السلام هست که به اصطلاح صدای زیبایی داشت. حسان ابن ثابت رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشویقش میکنند که حسان اهجهم و روح القدس معک. این شیوه برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، حتی با اون کسایی که میخوان پیامبر رو ترور کنند، میخوان پیامبر رو بکشند. با این وجود میبینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همون سیمای رحمت للعالمینی درش تجلی میکنند. فضاله یکی از جوانهای اهل مکه چون
دلش پر از حقد و کینه است بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از فتح مکه میبینیم در طواف هست و تو دلش نقشه میکشه که چطور پیامبر رو ترورش کنم. وقتی میاد نزدیک پیامبر، خنجری تو لباسش پنهان کرده، پیامبر خدا میگه فضاله، میگه بله منم یا رسول الله. خب چی تو دلت چی هست؟ میگه که هیچی یا رسول الله. پیامبر اکرم میگه استغفار کن. دستشون میذارن تو سینه‌اش، براش دعا میکنن و همین فضاله میشه از بهترین افراد، از کسی که پیامبر در پیشش عزیزتره. میبینیم مثل این رو کسی میاد پیامبر رو ترور کنه، شمشیر میگیره بالای سر پیامبر، میگه که با تمام غرور کسی اونجا نیست، تو صحرا پیامبر رو تنها زیر درختی پیدا کرده که استراحت میکنه، میاد میگه که من یمنعک عنی، میخواد پیامبر رو در اونجا ترور کنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان الله، طرف از ترس وحشت زده میشه، شمشیر از دستش میفته. بعد پیامبر همین شمشیر رو میگیره بالای سرش، میگه و من یمنعک عنی، حالا تو رو کی میتونه از دست من نجات بده؟ با این وجود از فرد میگذره، میبخشدش. این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. میایم در خود جامعه اسلامی، در اقشار مختلف جامعه، نحوه برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با کودکان، با بزرگسالها، با خانمها، با آقایون، با افتادگان، با گناهکاران، با کسایی که لغزشی ازشون صورت میگیره، چه قلب رحیمی داره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. با همه به چه شیوایی برخورد میکنه. با زیردستان اجازه نداری آقا به یک زیردستی بگی نوکر، بگی چاکر، بگی نمیدونم کلفت. کلمه کلفت، چاکر، نوکر، اینها رو کلا از قاموس و لغتنامه اسلامی حذف کرد و فرمود اگر کسی زیر دست شما بود بهش بگید پسرم، بهش بگید دخترم. با پسر و دختر اینها فرمودند اخوانکم خولکم، زیر دستای شما برادرای شما هستند. فمن کان اخوه تحت یده، اگر کسی رو خداوند برادرش یک آزمایش زندگی است، طبقات زندگی به این صورت زندگی باید میچرخه، یکی باید نانوا باشه، یکی باید نمیدونم سربار باشه، یکی نمیدونم سرور باشه، یکی چاکر باشه، یکی بزرگ باشه، تا چرخ زندگی بگذره. اما در این همه مسئولیت ها و مناصب اجتماعی که نیاز جامعه هست، این شخصیت رو خورد نمیکنه. باهای شخصیت به ایمانش هست. تنها ایمان، تنها اون جایگاهی که به اصطلاح پیش خدا داره اینه که یک فرد زیر دست میتونه بره بهشت، یک سرور و یک به اصطلاح رهبر میره به جهنم. هیچ معیاری نیست که به اصطلاح افراد بیان خود رو بر دیگری برتری بدن. اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی رو اگر خداوند زیر دستی اون قرار داد، فلیلبسهم مما یلبس فلیأکلهم مما یأکل فلیطعمهم مما یأکل، از همون چیزی که شما خودتون میخورید به اونا بدید، از همون چیزی که خودتون میپوشید به اونا بدید. و حتی در نحوه صدا زدن حق نداری بزنیش. ابو مسعود انصاری میگه که من غلامی داشتم، سرپیچی کرد، حرفم رو نشنید، یه سیلی زدمش. در همین لحظه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونجا رسیده بود و از پشت داد زد روی ابو مسعود انصاری که های ابو مسعود، ان الله اقدر علیک به علیه، خداوند قدرت و توانش بر این که شما رو بازخواست کنه خیلی بیشتر از اینه که شما اون قدرت و توانی که شما روی غلام دارید، روی اون برده زیر دستت داری. ابو مسعود دید که چه گناه بزرگی کرده، گفت که یا رسول الله انه حر لوجه الله، من اون رو آزادش کردم خلاص. فرمودند که باید این کارو میکردی، اگر این کارو نمیکردی للفحت النار، روز قیامت آتش جهنم تو رو میسوخت. یعنی اگر کوتاهی کردی، زدی، توهین کردی به زیر دست، وظیفت این کفاره است، اجرم برات نداره، باید اون رو راضیش کنی، حقوق 1 سالش بدی، حقوق چند ماهی بدی که بهش توهین کردی، اون احساسات و مشاعرش رو خورد کردی. این دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این راه و رسم زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به ما مؤمنان یاد داده. این اون چیزی که خداوند متعال به ما میگه که در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما الگوست. ما مؤمنان باید چنین باشیم. انشاءالله که الله تعالی به ما و همه بینندگان عزیز این توفیق رو بده که واقعا پیروان حقیقی برای رسول صلی الله علیه و سلم باشیم، به نحوی که قبل از اینکه با زبان دعوت بدیم رفتار و کردار ما داعی باشه برای ما. بینندگان عزیز، از استاد کسب اجازه می‌کنیم و به همراه شما یک فاصله کوتاه می‌گیریم.
حالا شاید کمی بلندتر شد فاصله. برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود باز با بخش پایانی برنامه و جمع‌آوری. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با بررسی برخی از صفات و ویژگی‌های نظام اسلامی و جامعه اسلامی. جناب استاد سادات، من دوست دارم که ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک بشیم. درباره ادامه موضوع اگر صفاتی که احساس میکنید بیشتر باید توجه بکنیم، بیشتر باید اهمیت بدیم برای ما باقی مانده ذکر بفرمایید. با عرض سلام مجدد خدمت شما برادر نهایت محترم و استاد گرانقدر که با ما هستند و خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم. البته این موضوع یک موضوع بسیار اساسی و مهم است و انشاءالله که راهگشای بسیاری از مشکلات ما خواد باشه که ما به سوی یک خوشبختی حرکت بکنیم. در رابطه با مشخصات و یا خصوصیات یک جامعه اسلامی ما مطالب را بیان کردیم و از ارشادات استاد گرانقدر استاد عمرا هم واقعا که نکات بسیار اساسی را اشاره فرمودند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ارزش انسانها را برای ما بیان داشت که انسانها را به دیده حقارت نباید دید، بلکه هر انسان یک معدنی است از معادن الهی و در وجود او چیزی نهفته است و ما مسئولیت استخراج این معادن داریم. به خاطر که ما ضرورت داریم از این معادن در جامعه خود باید استفاده کنیم. آینده امت اسلامی به همین معادن نهفته است. آینده امت اسلامی به همین معادن نهفته است و ما چاره جز این نداریم که در رابطه با کرامت انسانها و ارزش انسانها به دیده بسیار احترام نگاه کنیم. احترام به دیگران داشتن، ولو که طوری که استاد اشاره کردن کودکان باشند، بزرگسالان باشند، بیماران باشند، حتی غیر مسلمانان باشند، چرا کرامت انسانی دارند. ولقد کرمنا بنی آدم. و در رابطه با مسائل نظام اسلامی چیزی که زیاد جلب توجه میکنه و عبارت از مسئله یک تحقیق عدالت اجتماعی یا یک عدل مطلق است که در این نظام ما میبینیم اگر یک غیر مسلمان متهم باشه بناحق و او را متهم کرده باشند ولی حقیقت نداشته باشه، اسلام به دفاع از او شخص میپردازه با اسناد و مدارکی که داشته باشه. و حتی در زمان پیامبر اسلام یهودی را متهم به سرقت کردند و آیه قرآن صراحتا نازل می شود که او را براءت میده در دفاع از او و فی منافقین و این را یک توطیه از منافقین میدانه، در حالی که او یهودی سرقت نکرده بود، متهم بود. ای کاش ما از این جامعه که برای ما در رابطه با این عدالت اجتماعی و یک عدالت الهی صحبت به میان میاره و حتی قرآن کریم کسانی را که یعنی حقوق فقرا و مستضعفان را زیر پا میکنن با شدیدترین الفاظ قرآن کریم اینا را نکوش میکنه. ببینیم قرآن میفرماید که و هدف از این آیات ای است که فقرا را از طغیان و سرکشی اغنیا برهانه و نجات بده. پرسان میکنند اهل نار و آتش را ما سلککم فی سقر، چی چیز شما را از آتش داخل سقر ساخت و آتش؟ قالوا لم نکو من المصلین، ما از جمله نمازگزاران نبودیم. ولم نکن نطعم المسکین، ما به مساکین طعام نمیدادیم. ببینیم که حق مساکین را زیر پا کردن. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی کسی را که تکذیب به دین و تکذیب به آخرت کرد؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، این شخصی است که یتیم را میرانه. ولا یحض علی طعام المسکین، و بر طعام دادن مسکین تشویق نمیکنه. به این ترتیب قرآن کریم میفرماید که در زنجیرهایی که 70 گز یا متر است به حساب شرعیش، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. دلیل این همه عذاب و وعید چیست؟ قرآن کریم صراحت میفرماید
انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. بر طعام مسکین تشویق نمی فرمود و حقوق فقرا را زیر پا کرده بود. بنابراین در همچی جامعه که شخص برای شفاعت خواهی بیاید نزد پیامبر که دست فلان زن مخزومیه باید قطع نشود و دوست داشتنی ترین انسان ها نزد پیامبر برای شفاعت خواهی حاضر می شود که اسامه بن زید است. پیامبر می فرماید که آیا تو آمدی تا ما اتشفع فی حد من حدود الله؟ آیا در یک حد قانون از قوانین و حدود الله شفاعت خواهی میکنی؟ و قسم به الله و ایم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اگر فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرقت کنه ما دست او را قطع میکنم. ای کاش ما این حالات را که میبینیم در جامعه، حتی در جامعه اسلامی امروز، حالات دردآور، قصرهای بلند و بالایی را در یک سمت و سوی شهر، ولی گداها و بیچاره های بر سمت و سوی دیگر شهر یا در زیر همین قصرها دست به گدایی میزنند. میلیون ها در میلیون بلکه میلیاردها دلار خاک میشود و ایران میشود و از بین میرود. و این حقوق مساکین است و این حقوق بیچارگان است. امروزه حتی ما میبینیم که فقرا در دل خود و در دماغ خود، هر غنی که از پهلوش با موترهای پیشرفتی خود، ما نمیگم باید وسایل رفاهی ما نداشته باشیم، و بر قصرهای بلند و بالای خود عبور میکنه و زندگی دارند، ولی این گدایی میکنه. در کشورهایی که یعنی سرمایه و ثروت و داراییشان به حد و به حشر است، آیا در دل و دماغ خود نسبت به اینا چه احساسی خواهد داشت؟ اسلام میخواهد که همین حقد و کینه و غل و غش را از دل و دماغ انسانها پاک کنه و یک جامعه منزه و منظف و پاکیزه باشه. بنابراین ما در رابطه با مسائل یا ویژگی های یک جامعه اسلامی مطالب زیاده داریم، چون وقت همین ترتیبی که شما اشاره کردین و مختصر است، ولی به هر صورت یعنی نسبت به مسائل و جامعه اسلامی خصوصیاتش وقت مختصر است و نسبت به مایی که در این برنامه بودیم حقیقتا تقریبا 2 ساعت این برای بینندگان و شنوندگان انشاءالله که یک وقت غنیمت است و الله سبحانه و تعالی انشاءالله که توفیق بده به ما و به تمام بینندگان و شنوندگان ما که ما به این جامعه که روی او امروز صحبت کردیم نسبت به این جامعه و ساختار این جامعه به تفاوت نباشیم اگر میخواهیم که ما نجات داشته باشیم. خیلی ممنونم جناب استاد. جناب دکتر، من دوست دارم که شما هم در این باب، هرچند که همجور که استاد اشاره فرمودن ما در این مجال اندک کل صفات جامعه اسلامی رو هرگز نمیتونیم جمع بکنیم، اما دوست دارم در 5 دقیقه، کمتر از 5 دقیقه شما اگر در پایان این مبحث صحبتی دارید بفرمایید تا ما گوش جان بسپاریم. من فقط میخوام به یک نقطه اشاره کنم و اون اینی که ما در هر یک از ما خب مسئولیت های زیادی داریم، کارهای زندگی، مسئولیت هایی که تو زندگیمون داریم، همه اینها جای خودش. هرگز مسئولیت های یک فرد ما از مسئولیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر نیست. با این وجود این پیامبری که این همه مسئولیت ها داره، تمام مسئولیت جامعه روی دوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، همین پیامبر رو میبینیم با وجود این مسئولیت ها میبینیم که داره با بچهای محله و کودکان بازی میکنه. همین پیامبر رو میبینیم وقتی که صدای گریه بچه‌ای میشه نمازش رو که ستون دینه عجلتا نماز رو تموم میکنه تا به اصطلاح مادر بچه اذیت نمیشه. همین پیامبر رو میبینیم که با بزرگسالان چطور رفتار نیکویی داره، حتی در فتح مکه با اون مسئولیت هایی که به اصطلاح ایام فتح هست و همه شهر و همه مسئولیت ها هست. پدر حضرت ابوبکر ابو قحافه میاد مسلمون میشه، پیامبر میفرماید که هلا ترکت شیخا آتی، پیرمردو میذاشتی تو خونه من میومدم پیشش.
همین پیامبر رو میبینیم تا نحوه برخورد و اهتمامش به خانم ها که آقا در حجة الوداع و اون وضعیت به اصطلاح شلوغ حجة الوداع و مسائل بسیار مهمی که نیاز هست به مردم گوش زد بشه، با این وجود پیامبر رو میبینیم که از مهمترین نکاتی که بهش اجازه میکنه استوصوا بالنساء خیرا، هوای خانم ها رو داشته باشید. چطور به اصطلاح به زیردستان اهتمام میده که زیردستان برادرای شما هستند، به فقیران و ناداران که به اصطلاح چطور بهشون رسیدگی بکنید، چقدر اجر و پاداش داده فکر کردن در امور دیگران، برداشتن از مشکلات دیگران، کمک کردن به دیگران، کسایی که تو مشکلاتی واقع میشن، مریض میشن، نمیدونم قرضدار میشن، چطور بهشون رسیدگی کنیم، عیادتش کنیم، براش دعا کنیم، کسی که اشتباهی ازش صورت میگیره چطور کمکش کنیم، گناهی ازش صورت گرفته چطور کمکش کنیم، تو چاه افتاده نه اینکه سنگی بزنیم رو سرش. همه اینها رو یک دستورالعمل هایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما مؤمنان گذاشتن تا در مسیر زندگیمون انشاءالله اونها رو پیاده کنیم. نیاز هست که ما مؤمنان بار دیگه برگردیم و دین خودمون رو بشناسیم. مشکلی که ما داریم در اینه که ما دین خودمون رو نشناختیم، آفتاب تابانی که پیش خودمون هست این رو ندیدیم، نشناختیم. واسه همینه که وقتی که یک کرم شبتابی از غرب یا شرق تابیدن میگیره چشامون وا میمونه و حیرت زده میشیم. خیلی ممنونم. من تشکر میکنم جناب دکتر و صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز میشنویم و از محضر شما من اجازه میگیرم تا ادامه مباحث رو در داخل استودیو با جناب استاد سادات پی بگیریم. بنده از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتی تا بار دیگر در خدمت بینندگان عزیز باشم و از این فرصتی که به وجود اومد و تونستیم که در یک سفره با استاد سادات بشینیم، کمال تشکر رو دارم از شما و از شبکه جهانی وصال حق و از جناب استاد بزرگوار و از همه شما و بینندگان عزیز التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدار همتون. خیلی ممنونم، تشکر میکنم بنده از حضور شما در این برنامه و حقیقتا برای من و بینندگان عزیز باعث افتخار است که سر این سفره وقتی که میشینیم بزرگوارانی مانند شما هستند و استفاده میکنیم از محضر شما و وجود شما در این سفره. من بینندگان عزیز بحث رو 10 دقیقه قبل از اینکه برنامه به پایان برسه دوست داشتم جمع بکنم تا از یک مقداری از فضای بحث خارج بشیم و یک کمی خودمانی‌تر راحت‌تر با استاد صحبت بکنیم تا فرصتی که پیش اومده. و من عادتاً عزیزانی که برای اولین بار تو برنامه شرکت میکنن به خود استادم جلوتر عرض کردم که دوست دارم که خاطراتی رو از اونها در مجال دعوت، عزیزانی که در دعوت مشغول هستن بشنوم و همین سوال رو از جناب استاد سادات دارم. استاد، یقینا در مجال دعوت شما خاطرات تلخ و شیرین فراوانی حتما در سر راه بوده، هرچند که به تعبیر بعضی از اساتید خاطرات تلخ این مسیر هم به خاطر هدف والایی که هست شیرین هست. من دوست دارم در این باب خاطره تلخی اگر هست و اگر خاطره شیرینی هم، خاطره شیرین رو که حتما انشاءالله بعد برای ما حداقل یکی برای ما ذکر بکنید، اگه بیشتر مشکل نیست. خاطره تلخ هم اگر دوست دارید خاطره تلخی رو ذکر بکنید، اگر نه 2 شیرین برای ما ذکر بکنید. خیلی ممنون و من از استاد بزرگوار تشکر میکنم که با جملات کلمات دلنشینش امروز راستی هم ما را برای برنامه سفره دل غذاهای معنوی بخشی دادند و واقعا ما را با تشنگی ما را سیراب ساختند. الله اجر بده برایشان ان شاء الله. البته هر انسان خاطره های یا خاطرات تلخ و شیرین در زندگی خود داره و ما هم مستثنا نیستم از این انسان ها. به خاطر ما از خاطرات میتونم که از خاطرات شیرینی که ما گفتم میتونم 2 خاطره را میگم. یک خاطره امی است که یک زمان ما در افغانستان وقتی که اتحاد شوروی در آن زمان افغانستان را اشغال کرده بود 30 سال پیش و بعد از او تقریبا 9 سال مکمل از زمین و هوا و با تمام وسایل مردم ما را در هم کوبید. بالاخره ما الحمدلله دیدیم که
امی امپراتوری ظالم که واقعا جامعه مظلوم ما را در هم میکوبید، الله سبحانه و تعالی قدرت نمایی کرد و امروزه او مکتب و او امپراتوری دیگه وجود نداره. قبرستان رفت. به قبرستان رفت و یک خاطری بسیار خوش بود که در ذهن دنیا باقی ماند. و با این ترتیب خاطره دیگه که ما میتونم که او را تازه بگویم که البته خاطرات بسیار زیاد است. خاطری ای است که ما در کشوری که زندگی داریم به نام آلمان، در این کشور امروزه علمبرداران دعوت، کسانی که زیادتر دعوت را پیش میبرند و با جرأت و شجاعت، اینا فرزندان آلمانی هستند و حقیقتا با زبان بسیار شیرین این دعوت پیش میبرند و خیلی مردم آلمان که مسلمان شدن، مردم آلمان که مسلمان شدن و لذت بخشترین این خاطرات ای است که ما یکی از آلمانی هایی که سنش به 95 سال رسیده بود ماشاءالله و ای در این لحظاتی را دعوت دادن و مسلمان شد. در وقتی که کلمه میخواند و ای تمام کرد، همین نوجوانان از هر طرف صدای الله اکبر بود و ای را با آغوش میکشانیدند و ای میگفت که ما در 95 سال اینقدر محبت ندیدم. الله اکبر. که ما امروز ما احساس میکنم که من انسان هستم و مرا با آغوش میکشند و فکر میکنم دیگه یک خاطری شیرین امی است که بعد از 10 سال ممنوع الخروج بودن و یا محروم بودن از سفر مکه و مدینه، ما اولین بار سفر ما به شهر رسول الله و به مدینه منوره صورت گرفت. یک خاطری بسیار خوش است که ما را در حیات خود فراموش نخواهد کردم. و از خاطرات تلخ که حقیقتا مرا بسیار رنج داد و او عبارت از این است که ما با چشم خود دیدم که در یک روز 2600 نفر از جوانان و دختران، کسانی که حتی در رکوع سجده بودند، در میدان رابعه و نهضه و درگرا به شهادت رسیدند و اینا را در پیشاپیش بلدوزرها اجسادشان را جمع میکردند و در درون مسجد حتی اجسادشان را حریق میکردند و ما با خود فکر میکردم که ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و یا خیر. و این بود که ما اهمیت این موضوع را دانستیم که ما باید یک جامعه داشته باشیم که او ویژگی ها و صفاتی را که پیامبر معرفی کرده و اسلام او را داشته باشه. امیدوارم روز جناب استاد خیلی تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و ما در حدود 2 دقیقه اگر صحبت پایانی با بینندگان عزیز دارید میشنویم. ما هم از شما و از طریق شما از تمام کارکنان شبکه جهانی وصال حق و از استاد بزرگواری که امروز واقعا در این سفره دل سخنان از دلشان برخاست و به دل ما نشست و به دلهای بینندگان حاصل قیاس تشکر میکنم و امیدوارم که همه ما در حدود توان خود مسئولیت خود را انجام بدهیم و برای تشکیل همچون یک جامعه که امروز صفات او را تشریح کردیم همه ما ان شاء الله حرکت کنیم با امید آن روز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و همچنین جا داره که از شما بینندگان عزیز هم تشکر بکنم که برنامه خودتون رو همراهی کردید. حقیقتا هر کدوم از ما وظیفه داریم که در حد توان خودمون قدمی برداریم در راه حل مشکلاتی که جامعه ما با اون درگیر هست و دست روی دست نگذاریم و منتظر نشینیم و بگیم که خب من که از دست من کاری بر نمیاد و من به تنهایی نمیتونم که جامعه رو اصلاح بکنم و بگیم که یک دست صدا نداره و با یک گل بهار نمیشه و امثال این تعبیرات، اینها وسوسه‌های شیطانی است. بالاخره یک گل باید بشکفه، گل دیگری هم در کنارش بشکفه، گلی از این طرف بشکفه تا گلستان ایجاد بشه و بهار بیاد. و اگر یک دست صدا نداره، خب چند دست باید هر کسی خودش شروع بکنه تا چند دست بشه و صدایی بلند بشه و این گونه نشه که دست روی دست بگذاریم، هر کسی در حد توان خودش تلاش بکنه، زحمت بکشه تا گامی برداریم برای حل مشکلات جامعه خودمون. در پایان از الله متعال خواهانیم که تمام گذشتگان ما، پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان
و تمام موحدینی رو که قبل از ما از دنیا چشم بستن و به دیار باقی شتافتن مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. بگید آمین. و از همه شما عزیزان تشکر میکنم و شما عزیزان به الله متعال میسپارم تا برنامه دیگر. الله یار و نگهدار شما.